سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دام نویبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امام علی رحمان: زبان من فارسی است. نگاه به اون سوی آشته نو بین دوشنبه و تهران. کنسولخانه افغانستان در خاروغ را به طالبان سپردند. محبوس تاجیک از زندان روسیه فرار کرده امردین سعیدوف را تا حال نیافتند. سیل‌های خرابی آور در ناحیه 5 و برف اول در کوه‌ها و شهرهای دوشنبه خوجند. یک پلنگ وحشی 30 سر چاروای ساکنان برتنگ را نابود کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. در شبکه‌های اجتماعی نوار کوتاه نشر شد که در آن لحظه در حاشیه نشست سران ایکو در تاشکند دستی هم دیگر و فشردن رهبران تاجیکستان و ایران امام علی رحمان و ابراهیم رئیسی و زبان خودش را زبان فارسی نامیدن امام علی رحمان ثبت شده است. امام علی رحمان با ابراهیم رئیسی با اصول برادر سلام رایج در منطقه کولا و دیگر مناطق جنوب تاجیکستان سلام علیک میکنند و وقتی یک خبرنگار از هیئت ایران از زبان او ستایش میکند که فارسی شما خیلی زیباست، امام علی رحمان میگوید من دائم از منبر سازمان ملل به زبان تاجیکی حرف میزنم، زبان من فارسی است. سخنرانی و زبان فارسی شما خیلی زیباست. من دائما از سازمان ملل سخنرانی من زبان تاجیکی زبان فارسی است. الحمدلله. این حرفهای پرزیدنت تاجیکستان میتواند به آنهایی که اصرار میورزند زبان تاجیکی باید فارسی نام گرفته شود خوش بیاید و بحث‌های چندین ساله بین آنهایی که پایفشاری داشتند که شاخه تاجیکی در طول چندین عصر اخیر مستقلانه رشد و نمو کرده و گویا حتی به یک زبان مستقل و جدا از فارسی تبدیل یافته است نقطه گذارد. اما این برادر سلام کولابی با رئیسی که قبل از نشست ایکو در تاشکند به دوشنبه هم سفر رسمی انجام داد، تنها بیانگر واقعیت‌های نو و نشانه دیگری از آبشوی یخ‌ها در روابط تاجیکستان و ایران بعد چندین سالهای تنش‌ها است که ناظران امور به جنگ سرد شباهت می‌دادند. این تنش‌ها بعد سال 2015 در زمینه دو حادثه به وجود آمد که در روابط دوشنبه با تهران تأثیر عمیق متاسفانه منفی گذاشت. یکی از این حادثه‌ها در ایران بازداشت شدن و با جرم فساد برای دزدی میلیاردها دلار و یورو از فروش نفت ایران به دست آمده و به قتل محکوم شدن بابک زنجانی بود. در ایران بر این بودند که دست کم نزد 3 میلیارد یوروی دزدیده شده را زنجانی توسط بانک‌های تاجیکستان دزدیده است و یا در همین کشور نگاه می‌دارد. حادثه دیگر در پایان سال 2015 همگی 3 ماه بعد از سوی دادگاه عالی تاجیکستان سازمان افراطی و تروریستی شناخته شدن حزب اپوزیسیونی نهضت اسلامی تاجیکستان و به یک انجمن بین المللی در تهران دعوت شدن رئیس فراری این حزب محیدین کبیری و به بالای این در حاشیه آن انجمن در تهران با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خمینی دستفشاری کردن کبیری بود که به دوشنبه خیلی بد رسید. این دو حادثه به یک تنش جدی در روابط دو کشور آغاز گذاشت و به درجه رسانید که ناظران امور وضع روابط دوشنبه و تهران را به جنگ سرد شباهت می‌دادند. اختلاف دو کشور همزمان بعد رسید که تاجیکستان همچون کشور مؤسس چندین سال مانع به سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفتن ایران شد و آن هم در حالی بود که دو مؤسس اساسی این سازمان روسیه و چین خیلی می‌خواستند که ایران زودتر پذیرفته شود و برای این به بالای دوشنبه فشار می‌آوردند. امسال دوشنبه بالاخره به عضویت ایران در سازمان شانگهای روزگی داد و اینک پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی را در دوشنبه خوش پذیرفتند. رئیسی و رحمان حتی یادداشت تفاهمی را درباره لغو نظام ویزا بین دو کشور به امضا رسانیدند. در عکس‌های نشر شده از جریان امضای سندها دیده میشد که جانب تاجیکستان احترام جانب میهمانان را تا حد اکثر به جا می آورد و حتی زنان منصبدار تاجیک در مراسم امضای قراردادها به سر حجاب گرفته حاضر شده بودند، چیزی که در شرایط سیاسی ضد حجابی که مقامات تاجیکستان پیش میبرند تقریبا غیر ممکن به نظر می آمد. ناظران امور بر اینند که این آبشوی یخ‌ها و آغاز فصل نو در روابط دوشنبه و تهران می تواند چند معنا داشته باشد. باور می رود که مقامات تاجیکستان و ایران بالاخره بر سر مسئله پولهای دزدیده شده بابک زنجانی به سازش رسیدند. تا کجا واقع داشتن این
فرضیه هنوز تحقیق می‌خواهد، ولی کارشناسان میگویند چون این سازش میتواند در زمینه وعده برگردانیدن یک قسمی آن پولها یا عموما از دعوای این پول دست کشیدن جانب ایران به دست آمده باشد. همین طور برای قربانی دیگر در این سازش میتواند حزب نهضت باشد. قرار معلوم وقت دوشنبه پذیرفتن عضویت ایران به سازمان شانگهای مخالفت میکرد، یک دلیل اساسیش همین بود که ایران اپوزیسیون اسلامی تاجیک را مبلغ گذاری میکند. منابع نزدیک برابران حزب نهضت اسلامی میگویند که زیاد شدن گله‌گذاری های رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی از ایران که در این اواخر از جمله در نامه بررسی قبل از سفرش به تاجیکستان به مشاهده میرسید، بیانگر در مسئله حمایت و پشتیبانیش از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تجدید نظر کردن تهران میتواند باشد. منابع نزدیک به رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند به این هم ایران چند سال باز تقریبا همه کانال های ارتباطیش با این حزب را بریده، آن پشتیبانی اندک سیاسی را هم که سالهای قبلی نمایش میداد بر وقت قطع کرده بود. اما چنین به نظر میرسد که تهران حفظ منفعت‌هاش در تاجیکستان درجه اساسیش برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی را به ادامه پشتیبانی از حزبی که از صحنه سیاسی تاجیکستان رانده شده است برتری داده است و این به باوری کارشناسان محور واقعیت نوی است که دورنمای روابط دوشنبه و تهران بر پایه آن تعمیر خواهد شد. مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 2 نوامبر سال 2023 خبر داد که روز 9 نوامبر بر اثر فرو ریختن سیل‌های خرابی‌آور در ناحیه 5 ولایت ختلان در جنوب جمهوری حدوداً 116 خانه و حوله و بناهای یاری رسان ضرر دیده است. بنا به این منبع بارشات شدید باعث آمدن سیل در حدود دهه 10 سالگی استقلال جماعت نمونه نوحه 5 شد. بر اثر پر شدن جوی سیل پرتوی اووزیکن 2 سیل به 6 خانه و 74 حوله ساکنان این دهه ضرر رسانیده است. روز 9 نوامبر بر اثر سیل در دهه پختکار جماعت بنام کبود سیفالدینوف نوحه 5 21 حوله و 3 امارات یاری رسان آسیب دیدند. همچنین بر اثر بالا رفتن سطح آب در کانال دهه اوتچپر جماعت آزادگان نوحه 5 موج آب از مجروحش بیرون شده 12 خانه را زیر آب کرده است. بنا به پیشبینی هواشناسان روز 2 نوامبر سال 2023 نیز در تاجیکستان خطر بالا رفتن سطح آب و جوی و کانال و دریاها و فرو ریختن سیل و سنگریز باقی میماند. هوا در تاجیکستان از 8 نوامبر به این طرف بد شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان و میهمانان خواسته است که در این روزها از رفتن به ساحل کول و دریا و کانال‌ها و از ماهیداری و شکار و چراندن چاروا همچنین از سفر به کوه و جمع‌آوری ایزم و گیاها خودداری کنند. از ساکنان همچنین خواسته می شود که قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کرده جویبارها و کانال‌های سیل پرتو را در اطراف خانه‌های خود تازه کنند. همچنین از رانندگان خواسته شده است که به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش به خصوص هنگام استفاده از راه‌های کوهستان و عقبه‌ها پیش از برابر آمدن اول درباره آب و هوا و شرایط راه منطقه که سفر دارند معلومات کافی جمع آورده واسطه نقلیات خود را برای سفر آماده کنند و در قاعده‌های حرکت به ویژه سرعت را قطعاً رعایت کنند. در همین حال بنا به خبرهای رسیده روز 9 نوامبر در برخی ناحیه‌های کوهستان تاجیکستان نخستین بار برف باریده است. ریختن برف از جمله در ناحیه شمس‌الدین شاهین در جنوب جمهوری و همچنین در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان مشاهده شده است. در منطقه زرافشان این شورا شام 9 نوامبر سنگریزی نیز به عمل آمده است. شرکت ایرس خبر داد که عاقبت‌های سنگریز به صورت فوری برطرف کرده شدند و طور از اطلاع آخرین این شرکت نیوگابین راه دوشنبه خوجند برمی آید برف و سنگریز بر هوای نقلیات ضرر جدی ایجاد نکرده است و صبح 2 نوامبر این شورا برای حرکت تمام نمود نقلیات باز بود. نفر با نام نقیب بلا دیقانزاده روز 9 نوامبر سال 2023 در یک پیام ویدیویی ادعا کرده است که او سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان می باشد و به این مقام از جانب وزارت کارهای خارجه امارت اسلامی افغانستان یعنی از جانب طالبان تعیین شده است. این ویدیو دیقانزاده را حفیظ ضیا سعدی یکی از سخنگویان وزارت خارجه طالبان در صحیفه‌اش در شبکه
توییتر نشر کرد. نشر ویدیوی سرپرست کنسولخانه افغانستان در خوروغ در حالی است که گنرال زویر اغبر سفیر افغانستان در دوشنبه که از جانب حکومت قبلی افغانستان اشرف غنی تعیین شده بود قبلا گفته بود که کنسولگری کشور در خوروغ به دلیل نبودن امکانات اقتصادی از کار مانده است. اما نقیب الله دهقانزاده در ویدیوش ادعای گنرال اغبر درباره گویا از کار باز ماندن کنسولخانه افغانستان در شهر خوروغ را همچون اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت رد کرده میگوید که کنسولخانه افغانستان در خوروغ به صورت مستقل و مستقیما تحت پشتیبانی و هدایت‌های وزارت خارجه امارات اسلامی یعنی طالبان مطابق اصول و صلاحیت‌های قانونی خویش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید. نقیب الله دهقانزاده می گوید دامنه فعالیت‌های کنسولخانه خوروغ در این اواخر در ارائه خدمات به مثل صدور شناسنامه‌ها و دادن ویزا گسترش یافته است. دهقانزاده همین طور دوباره باز شدن بازارهای نزد مرزی یکی دیگر از موفقیت‌های کنسولخانه افغانستان در خوروغ نامید و گفت در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان نیز با جنوب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. در حقیقت در اول ماه سپتامبر سال 2023 تقریبا همه بازارهای نزد مرزی در مرز دو کشور یعنی بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان بار اول بعد به قدرت رسیدن طالبان دیگر باره باز شدند و برخی ناظران این را از نخستین علامت‌های شروع تماس‌ها بین دوشنبه و رژیم طالبان معنی داد کردند. در حالی که بسیار از قدرت‌های بزرگ منطقه جمله روسیه و ایران امور سفارت‌های افغانستان را در کشورهای خود به دست دیپلمات‌های از جانب طالبان فرستاده شده سپردند و دیپلمات‌های حکومت قبلی را از این سفارتخانه‌ها بیرون انداختند، در تاجیکستان تا کنون امور سفارت افغانستان را گنرال زویر اغبر در دست دارد. گنرال اغبر هنوز از جانب حکومت قبلی افغانستان بیس سفیر اعزام شده بود و حکومت نو طالبان را اصولا قبول ندارد. او چند روز قبل در نشست خبریش در دوشنبه نامه طالبان درباره تعیین یک نفر آنها به مقام کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان را در حضور خبرنگاران پاره کرده و گفت حکومت طالبان برای سفارتی که او رهبرش است یگان مشروعیت ندارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تا کنون این ادعای دهقانزاده درباره از جانب طالبان تعیین شدنش به مقام سرپرست این کنسولخانه را شرح نداده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. با گذشت اینک 2 هفته از فرار محبوس تاجیک 57 ساله امردین سعیدوف از محبس سکونتی واقع در شهر اوستکوت ولایت ایرکوتسک روسیه او را تا حال پیدا نکردند و یگان نیز پی هم ندارند که او به کدام سمت غیب شده است. اداره زندانهای ولایت ایرکوتسک روز 10 نوامبر سال 2023 با نشر دوباره نشانه‌های امردین سعیدوف و عکس‌های روبرو و از بر گرفته شده او از پرونده جنایتیش بار دیگر از ساکنان خواست که برای بازداشت این محبوس فراری کمک کنند. امردین سعیدوف که 9 سال باز در محبس روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر ادای حکم کرد و تا پایان حکمش کمتر از 2 سال دیگر باقی مانده بود، صبح 27 اکتبر سال 2023 از محبس سکونتی در شهر اوسکوت فرار کرد. سعیدوف امردین غفوروویچ 1 مارس سال 1966 در تاجیکستان به دنیا آمده با جرم قاچاق مواد مخدر به 11 سال زندان محکوم شده بود و 8 سال اول حکمش را در محبس نظامش سنگین ادا کرده در بهار سال 2022 برای ادای مهلت باقی مانده حکمش به محبس سکونتی گذرانده شد. او میباید سال 2025 به آزادی میبرآمد. سبب فرار محبوس تاجیک از محبس سکونتی که قاعده های بود و باشش نسبت به زندان خیلی سبکتر است گفته نشده است. شب 6 نوامبر سال 2023 در دهه سپنج جماعت برتنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان یک پلنگ وحشی به باغلخانه مردم حمله کرده بیش از 30 سر چاروای خرد ساکنان برتنگ را درانده نابود کرده است. یک ساکن برتنگ روز 10 نوامبر به پایگاه خبری بامداد خبر داد که پلنگ شبانه به باغلخانه در آمده است و مردم متاسفانه دیر خبر شدند. ساکن برتنگ گفت از بس که نیم شب بود و همه خواب بودند یک سگ از آمدن پلنگ خبر یافت. با آواز پلنگ
به عکاسزنی در آمده و مردم خبر شده از خانه ها بر آمدند، اما پلنگ نزدیک شدن آدمان را پیخست کرده سیدهای کشته و نیم کشته را پرتافته به طرف کوه فرار کرد. ولی کار شدگی شد. مردم ضرر سخت دیدند. بیش از 30 سر چروا نابود شد. در روزهای اخیر این هلکه دومین دولت حمله پلنگ وحشی به چروای مردم در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. از این قبل کمیته ولایت فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده بود که شب 5 نوامبر سال 2023 یک پلنگ برفی به چروای خانه یک ساکن دهه نمد روج جماعت دیوات توسیان نویه روزخله حمله کرده 14 سر مال و معده از جمله 9 سر بز و 5 سر گوسفند را کشته است و 1 سر گوسفند را زخمی کرده است. گفته می شود پلنگ را متخصصان کمیته حفظ محیط زیست ولایت از داخل اغلخانه ساکن نمدراج دستگیر کرده به نویه مرغوب انتقال دادند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر سال 2023 از آشکار شدن بازی اولت قلابی به مبلغ قریب 700,000 سومانی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت عریضه مرد 46 ساله ساکن نویه رودکی وارد گردیده است که 6 اکتبر سال 2023 مرد 46 ساله ساکن شهر وحدت با روی فریب به باوریش در آمده از او 261 سر چروای معده شاخدار را برای چراندن گرفته هنگام به آخر رساندن موسم چراگاه 116 سر چروایش را به مبلغ 320,000 سومانی نداده به منفعت شخصیش صرف نموده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه شامنصور با عریضه مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که سال 2015 زن 47 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده خانه استقامتش را به مبلغ 35,000 دلار امریکایی نرخگذاری کرده به او 20,700 دلار امریکایی داده وعده داده است که مبلغ باقی مانده را یعنی 14,300 دلار را در مدت 2 ماه پرداخت میکند، اما با گذشت اینک 8 سال مبلغ باقی مانده را تا حال نداده است. گمان برشونده بدون اجازت صاحب ملک با روی ساختکاری خانه استقامتی ذکر گردیده را به نام نسب خودش حجت گذاری نموده باقی مانده مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوان 24 ساله ساکن شهر ایسار 27 ینور سال 2023 با روی فریب به باوری جوان 19 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از جبر دیده دادت автомاشین تمغه تویوتا کامری و تمغه BMW X6 را که او برای فروش برآورده بود 245,000 سومانی نرخ گذاری نموده از این مبلغ به جبر دیده 100,000 سومانی اش را داده هر دو ماشین را گرفته است و به صاحب ماشین وعده داده است که باقی مانده پولش را تا 11 فوریه سال 2023 برمیگرداند. اما گمان برشونده با همین غیب زده ماشینا را به نام خود حجت گذاری نموده به دیگران فروخته است و مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. ضرری رسانده شده 145,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر از تاجیکستان موردهای قلابی به خصوص موردهای فریب هنگام معامله‌های تجارتی خیلی زیاد شده است. افراد قلب دست مردم زود باور را با هر راه و هر واسطه اکثرا در معامله‌های تجارتی فریب داده پول یا مال‌هایشان را از خود می‌کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 7 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 13:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا خوجنبردیف اسدالله سال تولدش 1979 ساکن نویه دیوشتیج هنگام حرکت در روی ماشینگرد نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن نتوانسته به سمت مقابل رو برآمده است و به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره شوریموف شو مقصود سال تولدش 1968 ساکن شهر استرافشم برخورده است. در نتیجه برخورد مسافر اوپل خوجنبردیف دلشادبک سال تولدش 2005 ساکن نویه دیوشتیج جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. بنا به آخرین امور وزارت کارهای داخلی تنها در نیمه اول سال 2023 در راه‌های تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان
و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.